رکورده؟ شهوالکو دارین؟ آقا چی آقا امروز با چیکار کنیم؟ چیه اینا؟ امروز اینا رو خریدیم تو جمعه بازار. این همش برنده بابا. آقا موضوع ویدیو پادی دوری داوطلب شدن که میکاپ شدن. از میان داوطلب که نه، داوطلب شدن. آقا وایس از میان کلی شرکت کننده دختر ما این دوتا رو قبول کردیم. بچه کمک نماد کمک کنم؟ نه خودمون باید حس بزن. خب تو بگو چه بودی؟ این ایناست. اینو پشت پل شما چرا همه چون میگی اینا هست؟ چون من از اینا زیاد دوست دارم. بیادین از اون من داشت بده. خب صورت بیار جلو ببند چشالش برنامه آرایشی نه بابا 10 سال کرده پر یاد گرفت. نه واقعا هیچ نکردم. چی بلد نیستم فقط پشت پل نمیفته تو کرم. آقا به آرایش من شک داری؟ شک نداشته باش. بله عزیزم اینا متد روز دنیاست. آقا چقدر خانوما قور چقدر میزنن، حرف میزنه واقعا من نمیدونم چقدر خودم بلدم بردارم. آقا نده دستم. دارو میگیریم اینجوری میذاریم زیر چونه رو 35 درجه میدیم بالا. نخند هیچ فرق نکرد. نخند صورت ضربه ای نخند چی داره؟ نایس. همیشه مرد تو همه کار خوبه نمیدونم چرا. حالا نتیجه میبینیم. نتیجه رو ببین. کاش یه جیلت میورد اول سیبلاشو میزدم. افتاده رو صورت. خب این هیچی معلوم نیست. زیر ساخت صورتو بگی. زیر ساختو ببین. آقا اون برای نمیم خانومم. خب ابتدا که اینو زدیم میریم روی قسمت بعدی. دوباره همین قطره آب دور برمیاریم نه قطره آب نمیخوام شوخی کردم. میذاریم سر جاش. میاد سراغ براش مورد نظر رو انتخاب میکنیم. یا علی پاروی خوبه بدون از این گونیا به من بده. سرت بگی بالا 30 درجه هیچی نداره روش. بزن میان. هزینه شده برای اینو زیاد. همه برن. بده میلاد من برن ببینیم. میلاد بده. فرچه کدوم فرشو بدم؟ شما میری همینو 100 تومن میدی به سالن آرایشگاهی یاد بدم چقدر بیشتر. میگن همینو بهت یاد میدن. همین رایگان میرم آموزش میده. میلاد دختر بوده قبلا. جان یه رگه بزن بابا خندیدی همش دیگه اینجوریه بعد اینجوری کنی بیاد بالا. سخته ذره. من دوست دارم آقا تو آرایش من دخالت میکنه. دستم زدی. بیا همه جا. من خیلی کم استفاده کردم چون زیاد استفاده کنید برای تو سر. نگو. خب از گزینه زیر براشینگ خارج میشیم میریم آخ خوراک من ایناست. تو فکر کن بلدی یه سری چیزایی. فکر نکن بلد نیستم. اینا ذاتیه. چشمو ببند. میخوام برای یه رنگ عجیب بزنم. چشمو ببند. یه دقیقه بده. وای حالا قطعه میلاد. نه میلاد خیلی کم بزن. این خیلی پیگمنت داره. من پیگمنتش نمیدونم چقدره ولی یعنی میدونم یه دونه خوبه. بزنی خیلی زیاد میشه. خب من کی نصف میزنم. چشتو ببند. انگار بابا ننه میکاپ آرتیست بوده که میگه اینو نباید بزنی. میکاپ آرتیستم اینجا. آقا نگو. آقا تو که کار میکاپ آرتیست بین‌المللی دخالت نکن. چشو ببند میخوام نبینی چیکار دارم میکنم. ببند دیگه باجره باز نیم. کجا نگاه میکنی یه چیز رو باگ مثل ریز نیم. ببین این تهش هم دارم میکشم. خب خطشو دارم میکشم تا پشت. اصلا نه. تو اگه آرایش منو ببینی. دیگه اینجا. انصافا زشته این. چرا؟ انصافا زشته این. ببند داری ببین. میلین. اوه این لاکه. این لاکه. بیا. عروس تو کدوم عروسی؟ اوه اصل کاری ابرو پیدا کردم. بده بالا. ابروها رو خشن میکنی برای رخ کار. وا ویلا. این از اینجا میگیری. آفرین. مرسی از شما. فایزا. اون واسه ریوله اون. تو بگیر اون. ببین واسه گونه هاش. به گونه ها. فهمیدم برای سایه هستیم. با باز کن. اونم سایه است. خب پا کدومش بر لپه؟ این سه تا کجا ریوله کردم؟ اونم کانتوره.
برداشته بود. نه خب ریمل نیست. این که با مزه است رنگش فعلا علالحساب رنگش رو دوست داشتم. نه شیکه. دوست نداشتم. زیر چشم. اینم بعدی باید نیست. فید کنم. تارتم. آقا نظر تو کدومه؟ تارت. تمام. چقدر گرون شده. این پاستیلی که بره نه خوب هست یا برف هست. خب اینو واسه انداز دادم. فیدو بده. تا اینکه ریمل زد بعد. آره. براش رو تمیز میکنی. بیا لپو بیار ما کارو تغییر قبل ریمل باید میزدم اونو. خوبش کنه بیا. بده بالا این خراب نکنه. فقط غور میزنن. غور بیا ابروات خراب شده. من چه مگه نکردم. تکون میخوری. من تکون نخور. اون رنگشو خیلی دوست نداشتم. احساس کردم نمیاد. این رنگی مشتی. میلاد خیلی حرف میزنی. اینه؟ این چقدر چیه؟ اشتباه کردم خدایا. یا خط چشکو. نه ازم درست. پاهات ببند شد. ویلا. یعنی به همه بگی. من نمیگه این 2 دقیقه دیگه خوش میشد اینجوری میکندی. ریده شد تو. ببینم. بدش کن. بزنم درست. کلا فوت بزن دوباره اون تیکر رو. نمیتونی بکش. میگه نمیتونی بکشی. نداره که. اون کن. چشو ببر. وای موهاتو تو رو ببند پشتی. تکون نخن وای نخن خراب میشه. او منم خراب کرد پاجون. چه حسی میخوره. خط چش دختر بعد از 50 بار تازه میتونه یه دونه خط چش بکشه. این گونه است. من پرسید. خب از من بپرس. آقا همه رو برداشتیم میلاد همه رو. آقا از من بپرسین. آرایش رو خیلی بد. ببینم. یا امام یا ابوالفضل. منم قرمز میخوام بزنم برای پاک. مرسی. بچه‌ها ببخشید اشتباه لپی بین مسیر پیش اومد. رنگ قاطی شد. اوه بچه‌ها غذا آماده شد تا ویدیو دیگه خداحافظ. نه بشی آرایش میریزه. متاسفانه یکی از هنرجوامون از دست دادیم به خاطر بذارم چی بدیم. استفاده بیش از حد مواد آرایشی صورتش سنگین شد. نتونست تحمل کنه. آقا ما کار تموم کردیم دیگه دستش کنده. بعد بشید تا تموم شه. نه وایسا. میخوام جالبی چیه اون زده. یه 2 دقیقه دیگه وایسا این تموم شه. نتیجه کارو ببین از نزدیک با جزئیات با دیتیل کامل. میلاد زرد زده بود. زرد سفید قاطی شد. زرشکی. زدی؟ اون برای هایلایتاش بود زرد. رید. پاک نشد کلر میکنی استفاده میکنه یه ذره خراب بشه میترسه میگه وای ریدشون تو. یه آروم‌تر بزن نشکنه. نچرخون بیا کیپ کن. وای کلهشو خراب کرد. کله روجو خراب کرد یا امام. 900,000 تومان. گفتم مثل اون نباشه. 100 تومانش خراب شد. سرش خراب شد. ببینم. آقا کارو بگیر. چند میدین به اینشون به اونشون؟ صفراتم قشنگ معلومه. چه کوچیک‌تر از این شده؟ آقا خیلی با پادونا قشنگ‌تر شده. انصاف و مشخص. انصافا بگیم که قشنگ‌تر شده. مشخص. پادونا هر کی گفت که قشنگ‌تر شده بهتر آرایش کرده میریم برای آرایش بعدی. آقا بذار ببینیم چه شکلی شد. خیلی قشنگ شدن. تو آینه نمیشه ببینی؟ نه. تو معلومه خیلی. آقا ساب کامنت یادتون نره. اینا چه خط چشمایی. یادتون نره ای خوشتون اومد خدایی این دورسال رو نظر بدید. نه خوبم. بگید چیکارشون کنیم سریال. وای ببینم این بازی تهش وقتی مرگه. میداده و همه دارشمون کردن. تا درودی دگر. آقا بیا این بر خدافزی کنم. سری بعدی ما اینا رو آرایش. آره چطور در خواب بینه پمدانه